در این ویدیو نگاهی دقیق و مرحله به مرحله داریم به روزهای اول تا نهم خیزش سراسری ایران. روایتی از اینکه این حرکت چگونه آغاز شد، چگونه گسترش یافت و چرا بعد از 9 روز هنوز متوقف نشده است. روز اول، جرقه. روز اول خیزش از فشار شدید اقتصادی شروع شد. گرانی، سقوط ارزش پول و خستگی عمومی مردم را به خیابان کشاند. اعتراضها ابتدا از بازارها و مراکز اقتصادی آغاز شد، اما خیلی زود مشخص شد این نارضایتی عمیق‌تر از یک مطالبه معیشتی است. روز دوم، فرو ریختن ترس. در روز دوم، ترس شروع به عقب نشینی کرد. جمعیت‌ها بیشتر شد، شعارها صریح‌تر شد و اعتراضها از حالت واکنشی به یک خواست آگاهانه نزدیکتر شد. خیابان‌ها دیگر فقط محل اعتراض نبودند، محل بیان اراده شدند. روز سوم، تصاحب خیابان. روز سوم، خیابان‌ها به طور جدی به دست مردم افتاد. حضور جوانان و دانشجویان پررنگ‌تر شد. هماهنگی شعارها نشان داد این حرکت اتفاقی نیست. مطالبه روشن‌تر شد. تغییر. روز چهارم، بیان خواست. در روز چهارم، پیام مردم شفافتر از قبل شنیده شد. اعتراض فقط نه گفتن نبود. مردم داشتن میگفتن چه میخواهند. نامهایی از دل خیابان شنیده شد، نه از بالا و نه با دستور، بلکه به عنوان انتخاب و خواست مردمی. روز پنجم، تشدید فشار. روز پنجم یکی از سخت‌ترین روزها بود. برخوردها شدیدتر شد، بازداشت‌ها افزایش یافت و گزارش‌ها از آسیب دیدگی معترضان بالا رفت. اما با وجود این فشار، اعتراضها متوقف نشد. این روز نشان داد سرکوب این حرکت را خاموش نمی‌کند. روز ششم، جهانی شدن صدا. در روز ششم، صدای اعتراض از مرزهای ایران عبور کرد. مراسم خاکسپاری جانباختگان به صحنه اعتراض تبدیل شد و واکنش‌های بین‌المللی شکل گرفت. حتی دونالد ترامپ اعلام کرد که آسیب رساندن به معترضان نمی‌تواند بدون واکنش بماند. این یعنی خیزش دیگر فقط یک موضوع داخلی نبود. روز هفتم، ماندن با وجود فشار. روز هفتم روز ایستادگی بود. شکل تجمعها تغییر کرد، اما حضور قطع نشد. اعتراضها پراکنده‌تر اما مداوم ادامه یافت. این روز ثابت کرد خیزش به یک اراده تبدیل شده، نه یک موج زودگذر. روز هشتم، تثبیت خیزش. در روز هشتم خیزش وارد مرحله‌ای ماندگار شد. نافرمانی‌های مدنی، شعارهای شبانه و اعتراضهای خلاقانه نشان داد این حرکت خودش را با شرایط تطبیق می‌دهد، نه هیجانی است، نه مقطعی. روز نهم، فرسایش حکومت. و در روز نهم خیزش وارد فاز فرسایشی شد. حضور ادامه داشت، اعتصابات شکل گرفت و حکومت تلاش کرد اعتراضها را به عوامل خارجی نسبت دهد. اما واقعیت روشن بود. این صدا از دل جامعه ایران آمده و هنوز زنده است. جمع‌بندی نهایی بعد از 9 روز یک چیز کاملا مشخص است. این خیزش نه خاموش شده، نه عقب نشسته، بلکه هر روز شکل آگاهانه‌تر و ماندگارتری به خود گرفته. این فقط اعتراض نیست، یک مسیر است و ادامه‌اش را مردم ایران تعیین می‌کنند. اگر می‌خواهی تحلیل روز به روز این خیزش و روایت واقعی خیابان را دنبال کنی، کانال را سابسکرایب کن و با لایک کردن ویدیو از این محتوا حمایت کن.